سلام به همه عزیزانی که بیننده کانال فال شانس هستن. تکنیت در مورد افراد کات شده هستش. ببینید، توی گذشته با پارتنرتون، همسرتون، حالا هر کسی که دوست بودیم به عنوان عشق، حتی شریک، اختلاف نظرها و مشکلاتی داشتید. یکی از شما توی این رابطه خیلی بیشتر تلاش کرده، سعی کرده مشکلات رو حل کنه، یا واسه حفظ رابطه یا شراکت یا زندگی بیشترین تلاشش رو کرده، اما در حال حاضر انگار که خسته شده، ضربه خورده و انگار که این کاتی که به وجود اومده تمام انرژی و توانش رو گرفته. منتظر خبر هستید و منتظرید ببینید که سرانجام این رابطه، این شراکت، این زندگی چی میشه. اما چیزی که رو تکنیت دارم براتون میبینم فعلا بلا تکلیفی هستش. اگر خبری هم بشه از پارتنرتون، باز دوباره ممکن هستش که کاتی بینتون به وجود بیاد و دوباره روی این رابطه، روی این قهری که داشتید بلا تکلیف بمونید. و من تا 2 وعده میبینم که این بلا تکلیفی براتون ادامه دار هست.